مردی با دوچرخه به مرز رسید در حالی که 2 کیسه بزرگ همراه خود داشت. مأمور مرزی پرسید در کیسه ها چه داری؟ مرد گفت شن. مأمور او را از دوچرخه پیاده کرد و چون مشکوک بود 1 شبانه روز او را در بازداشت نگه داشت. ولی پس از بازرسی فراوان واقعا جز شن چیزی دیگه پیدا نکرد. بنابراین به او اجازه عبور داد. هفته بعد ماجرا تکرار شد و این داستان 3 سال هر هفته 1 بار تکرار شد. بعد از 3 سال آن مرد دیگر در مرز دیده نشد. یک روز مأمور آن مرد را در شهر دید و پس از سلام و احوالپرسی گفت من هنوز هم به تو مشکوکم و میدانم که در کار قاچاق بودی. راستش را بگو چه چیزی را از مزرعت میکردی؟ مرد گفت دوچرخه. صبر کن میرم، همه فهمیدن که تو میخوای قضیه استیضاح روحانی تو مجلس رو بگی، ولی تو نظام الهی ما قضایا فرق میکنه. اولا هر دو طرف استاد قاچاقن، ثانیاً اون بیچاره تو داستان تو دوچرخه قاچاق میکرد. تو نظام ما چیزای گنده گنده معامله میشه، اسکله، معدن، دریا. آقای دکتر این دفعه شما نیش ترمز بزنین، میترسم اسرار نظام لو بره. کدوم اسرار قربونت برم؟ چی لو نرفته تا حالا؟ ولی خب حق داری به ترسی. آدم که ریگ به کفشش باشه از همه چی میترسه. و رو بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه تو تاکسی نشسته بود، یه مسافر مرسی هیکل اساسی هم اون جلو نشسته بود. یهو مرسی هیکله برگشت گفت چی؟ مشنگه گفت هیچی. دوباره مرسی هیکله بلندتر گفت چی؟ مشنگه ترسید گفت والا به خدا هیچی. مرسی هیکله دفعه سوم بلندتر گفت چی؟ مشنگه دیگه جا زد، به راننده گفت جان مادرت بزن بغل، این ولکن ما نیست، میزنه فکمون رو پیاده میکنه. راننده گفت بیشین بابا توفه، داره عطسه میکنه. دکتر ولی بحث دریا فروشی که شد یاد این مصاحبه ظریف افتادم که تو مصاحبه کشکیش که فقط به درد بالا بردن فشارخون مقام عظما میخواد اومده میگه ما دریا رو اجاره ندادیم، اجازه دادیم. داره با نقطه بازی میکنه. حالا که نقطه بازیه دوست ندارم برای جک بزنم، دوست دارم یه جفت چک بزنم. ناکس بذار من با این ظریف امشب باید اینجا سف کنم. ولش کن آی دکتر، خونتون رو کثیف نکنه. آخه 10 بار به این مشنگ گفتم قبل از حرف زدن بیا پیش من راست و ریستت کنم. من بالاخره دکتر استراتژی هستم. بازم هوا ورش میداره، میره حرف بزنه راه میره. مرحوم ببی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن مشنگه رفت پیش دکتر، دید ویزیتش گرونه، گفت اگه تخفیف میدی بگم کجام درد میکنه، وگرنه بگرد خودت پیداش کن. آی دکتر منصور عرضی همون مدعای خونگی مقام عظما رو میگی؟ بله، دوباره بحث خفه کردن حاجی روحانی با الگوی حاجی رفسنجانی رو مطرح کرد. نه خیر، ایشون حرفای قبلی رو که دشمنا ازش سوء استفاده میکردن رد کرده این دفعه. گفته اصلا از این خبران نیست که بخوایم ایشون رو تو استخ خفش بکنیم. ولی خب بدترش رو گفته دیگه، صحبت از محلی برای خفه کردن کرده که گلاب براتون اصلا نمیتونم واردش بشم. آیه دکتر شما که وارد شوین از شما بعید بود. یه گلاب اون زد با این حرفش، یه گلاب گنده ترم شما زدین با این توضیحتون. ولی گلاب اصلی و سوم خودت زدی که این بحث رو کشیدی وسط تا 3 نشه بازی نشه آیه دکتر. ولی این یکی راستی 3 شد، خیلی هم 3 شد. آیه دکتر یه نامه داریم از سخنگوی وزارت خارجه. اوه این قاسمی نمیشه باری مریض بشه یه هفته غیبت کنه نبینیم اون قیافشو؟ نوشته این همه به اروپا بد گفتن، حالا برن از خجالت بمیرن. اروپا را کشوندیم به نقطه‌ای که 18 میلیارد یورو بده بیاد. آی دکتر با همه مشنگیش بد نمیگه ها، بالاخره 18 میلیارد میتونه جای اون پولایی که تو دست و بال نظام گم شده رو بگیره. فقط این قاسمی مشنگ هنوز بلد نیست 18 میلیارد رو بنویسه، نوشته 18 میلیون. نه خیر، با همه مشنگیش عدد رقم ها رو خوب بلده، چون خودش هم تو کار اختلاسه. 18 میلیون درسته. 18 میلیون؟ بله 18 میلیون. قاسمی خاک تو اون سر بیشورت بکنن با حالتهای بلاحت برت. من اگه میدونستم 18 میلیون اصلا نامتو نمیخوندم. بلش کن بابا، زورت به مشنگ میرسه. این بدبخت بیچاره رو چه کارش داری؟
این بدبخت ببین دیگه چه انیشتنیه که گذاشتنش زیر دست ظریف. حکایت داداش بشنگاست که بهشون گفتن شما همتون انقدر خنگین، گفتم برو بینیم هنوز بابامونو ندیدی. روشن شد یا بذارم تو دنده دو یه هول کوچیک دا روشن شه. دکتر یعنی میگین تو دم و دستگاه وزارت خارجه همشون از بله پس چی مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن که مدیر مدرسه فرستاد دنبال بابای شاگرده، گفت آقا این پسر تو خیلی خنگه کلافه کرده ما رو. بابای قبول نمیکرد، مدیر گفت امتحان میکنیم. به پسر گفت برو تو حیاط بگم ببین من اونجا نیستم صدا کن بیا. پسر رفت برگشت گفت نه آقا هرچی گشتم نبودین. مدیر گفت برو خود تو دفترم هم نگاه کن. پسر رفت برگشت گفت نه اونجا هم نبودین. مدیر به بابای گفت ملاحظه کردین؟ بابای گفت خب حق داره، ممکنه رفته باشین مرخصی. حالا تو وزارت خارجه ما خود مدیره هم برمیگرده میگه نه تازه مرخصی برگشتم. روشن شد یا برفستمت مرخصی. های دکتر تو این هیروبیری کشوندن حاجی روحانی به مجلس خیلی خطری بود. ولی مقام عثمان خوب مدیریت کرد که مثل مناظره ها نشد قاچاقچیگری های همدیگه رو رو کنن. چه مدیریتی قربونت برم، فعلا که کشیده به دور بعد. از 5 تا جواب 4 تاشو گفتن قانع کننده نبوده، فرستادن واسه قوه قضاییه. استخون لازخم کم داشتیم اینم اومد روش. تو این کش و قوسا و این بکش بکشا این کنده مقام عظماست که داره کشیده میشه. تازه این جیغ و ویغا مال اون اول کاره، هنوز اصل دعوا مونده. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله میفرمودن طرف با رفیقش رفت شهر بازی، تا رسیدن شروع کرد به جیغ زدن. رفیقش گفت چه خبره؟ ما که هنوز تو پارکینگیم. طرف گفت آره ولی در رو باز کن، دستم لای در گیر کرده. روشن شد یا دستتو بذارم لای در؟ آقای دکتر این وضع نظام که پیش اومده من نمیدونم چی کار باید بکنم. حالا آروم باش، نمیخواد وجیه بزنی. بابا آروم باش، انرژی تو نگه دار.